مهمان عزیز ما هست، هنرمند جوان، هنرمند بسیار خوش آواز ما سیال جان عزیزی که امروز به پروگرام بخیر تشریف میارن. کم نوخت شدم بچم که راه غلط کردن و یا نمیخواندن. خب خدا مهربان است همیشن که همین دقیقا برسن. ببینیم که آمدن یا نه. نگینه جان نگینه دست و پایت که امروز همراه ماستیم سیال جان از راه بسیار دور. فرماشین افتخارم است که چندین بار شما محبت کرده بودین، از من دعوت کردین ولی که شما کم هستم. خواهش میکنم. ولی خلاف شدم ولی بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما و از طریق تلویزیون شما عزیزان، تلویزیون پیام افغان که محترم خطاب صاحب به حساب مسئول ازی هستند، رئیس ازی تلویزیون، از اونا و شما عزیزا واقعا سپاسگزاری میکنیم که زمینه را فراهم ساختیم تا باشه صحبت چند از طریق تلویزیون شما و علاقه‌مندان و مردم عزیز گرامی داشته باشیم. واقعا با افتخار است. عزیز بیننده محترم، قسمی که شما میبینین سیال جان عزیزی امروز میمان پروگرام ماست که تشریف آوردن از راه بسیار دور که او را پاسپرسانشان میکنیم که از کجا اینا آمدن و امرای بسیار سیدی مقبول، سیدی نو خود که امروز برای ما بخیر معرفی میکنن. آهنگا کدام آهنگا هست بهش و دیگه آهنگای مقبول و زیبای سیال جان عزیزی را امروز مشاهده میکنیم از طریق از این پروگرام. چطور؟ انشاءالله که باشه. چرا نه؟ خب سیال جان شما از کدام شهر آمده؟ ما خود مدت 19 سال بعد شهر تورنتو مملکت کانادا گذشتاندم که به حساب زیاد زندگی ما دیگه نموجه گذشت و دیگه آخر طرف امریکا کوچ کردیم چون که اکثریت فامیلم به می طرف امریکا هستن و به او اساس دیگه میفهمین که روت اساس زندگی ما و شما به فامیل است و الحمدلله شکرگزار هستم که همشان هستن، پدر جانم، مادر جانم، برادرای شکر است که هم هستن. به او خاطر دیگه ما هم تصمیم گرفتیم گفتیم بیا که طرف امریکا کوچ کنیم. حتما چقدر فنای شما در کانادا عمل خفه باشه که از طریق پروگرام ما اینا خبر شدیم که شما دیگه در کانادا نیستید. والا نه، من اونا را فراموش هیچ وقت نمیکنم. دوستشان دارم. قسمی که من گفتم هنرم اصلا آغازش از شهر تورنتو شد که عزیزایی که با کار ما آشنایی دارن اونا به حساب شاید کارهای ما بودن. من هیچ وقت اونا را فراموش نمیکنم ولی شاید که از این بابا کم ببینیمشان ولی بعضی برنامه بعض اوقات که میباشم میرم به شهر کانادا ولی اکثریت برنامه ما طرف امریکا. سیال جان چند وقت بود که شما خبر دیده نمیشدین در تلویزیون در اینترویو یا خیلیت خوب بود؟ والا یک سلسله مشکلات های روزگار بود که مثلا قسمی که شما گفتید راست میگین من موسیقی را کناره گذاشته بودم ولی مدت تقریبا یک سال به این طرف دیگه شما شاید کارایم بودیم که یک دو ویدیو رو جور کردم و این دو سه ویدیوی دیگه سرش کار میکنیم که در آینده نزدیک بخیر به بازار هنر میآید و این پس که آمدیم که دست خالی نامدیم که دست پر آمدیم با یک عالم کار، یک سی دی مکمل. خب میتونیم درباره سی دی خود که نوارزه کردین در بازار کم صحبت کنیم؟ چرا نه. این سی دی به نام Infinity Love اسم سی دی است که به 12 آهنگ است که ترک 13 که است. همی پیس میگن پارتای همی تمام آهنگان به او است دیگه. واقعا شما باور کنین که مدت تقریبا 3 سال اشتباه نکنم سر سی دی زحمت کشیدیم. چندین بار رفتم جرمنیام امراه آقای آرش جان ویدا اکثریت ارنجمنت ها را با اونا جور کردیم ولی کمپوزا را از هنرمندان بسیار شایسته و عزیز ما که واقعا افتخارشان دارم و دوستشان دارم، محترم استاد شادکام صاحب و محترم ویجان قاسمی و یک سلسله کارها را مکمتم خودمون سربراه کردیم و بعض دوستای ایرانیم که جوانای بسیار ورزیده و هنرمندای بسیار خوب هستند در شهر تورنتو. اونا هم با ما همکاری داشتن که می آهنگ نیگینه ریمیکس و یک آهنگ بسیار جانانه دیگر که در انترویوی قبلی از طریق تلویزیون آریانا سر صحبت کرده بودیم که او آهنگ به نام اسمش یونیتی است. خب بسیار خوب. بله او را به می که وعده کرده بودیم و آهنگ به می است که به چندین زبان و آهنگ ما خواندیم. بله زبانهای دری و پشتو اکثریت عزیزا هنرمندای ما خواندن، واقعا کار شایسته و خوب کردن ولی به این آهنگ
شما باور کنید که مثل یک آهنگ واری برای من یعنی زحمتش همین رقم بوده، به خاطر از اینکه با این آهنگ نه تنها که دری و پشتو گفتم ازبکی، زبان نورستانی، زبان حتی اهل اونود ما و شما از نظر دور نیفتادن دیگه هستن، صحیح هستن. یک چیز بسیار جالب شده که بخیر گفتم امی چند ویدیو دیگه کال بخیر زیر کار است، زیر کار است که انشالله ویدیوش جور میکنیم، من عزیزا باز خواندن ها رو بشنون آهنگا رو. حتما سر از این آهنگ بیشتر صحبت میکنیم. من میخوام که بیننده محترم مامرای ما باشه و بریم یک آهنگ شما رو ببینیم. چطور؟ چرا نه؟ آهنگ نیگینه جان رو ببینیم. نیگینه؟ نیگینه جان یا نیگینه ریمکس است. یکیش نیگینه هستیش که جور کرده بودون، باز دومش به نام نیگینه ریمکس است. نیگینه ریمکس. خب ببینیم کدامش آماده است، ببینیم کدامش به ما نشر میکنه. گران دوستان و نمی سر زمین ده هیواد تکه سندرغای دی لمن مچ د خبرونه تاسو وګورئ او د سندر نو وروسته بیا به موږ تاسو سره اوسئ. نگینه جان نگینه دست و پایت بخینه، نگینه جان نگینه دست و پایت بخینه. بسیار راهان قشنگ و یک ستایل بکل آهنگ پیش شما. مختلف گفتیم گپ خوبه به خاطر خواستم یک تنوع در کار باشه. بله متنوع و جالب یعنی رقص خودمی سالسای کار نو بود. تقریبا 2 ماه مرا گرفت که سالسای رو فکر میکنم این آهنگ تقریبا 5-6 ماه میشه، 1 سال میشه که از این تقریبا اول 1 سال میشه و از نیگینه ریمکس از امی حدود فکر میکنم 8 ماه چیزی شد. یک آهنگ بود نیگینه و دیگهش ریمیکس. چرا شما دیساید کردین که ریمیکس باید شد با آهنگ؟ خواستم که بازم گفتم یک تنوع نشان داده شد، یک قسمی که مثلا او را به شکل موسیقی رگتون میگن، شکل نوع دیگه موسیقی اسپانوی سمیت میشه. او را نیگینه ریمیکس رگتون جور کردیم و نیگینه اصلی را که اون شکل گیتار دیگه دیگهش دیدین و یک حالت دیگه خود داره. برای من یک جالب بود چون که ما همیشه سیرجان عزیزی را در کنسرت ها که ویدیوهاش رایی میشد میدیدم. سیرجان عزیزی یک هنرمند بسیار خوب، خوش آواز و یک شخص بسیار کوایت و عاجز در کنسرت ها قسمی که معلوم میشد عاجز و باز یا همین که ما دیدم من گفتم واو اینا بیخیلی it's like other side of you. جالب است که ما به اصطلاح انگلیسی میگن I have a round character و یک سایدم که از بسیار ساید spiritual، ساید بسیار چی است کلش یعنی مثبت است. کوشش میکنم همیشه یعنی در هر کار مثبت باشم و کلش گفتم اونر ساید دیگر خواستیم که یک نشان بدیم که کمک شوخ صفت هم هستیم. شوخی میکنیم دیگه. زمان وقتی که تغییر میکنه انسان هم یک سلسله باید تغییرات های مثبت و خوب باید